57 نبیره دارم، 54 ابیره دارم، 6 کبیره دارم. فکر میکنم دیگر چون نسل مادرای ما هیچ وقت به دنیا نخواهد آمد. مادرای ما نسلی بودند که از تیک تاک و اینستاگرام خبر نداشتند. حتی تلفن دستشان را درست استفاده برده نمیتوانند. آخر رنگ کردن موی سر و استفاده محصولات های آرایشی کجا بود؟ کرته خانه پوشک از جای روک فرقی نداشت برای آنها. خبری از ماشینه جامه‌شویی و اینگونه چیزها نبود. در زمستان قهرتون با آب سرد لباسهایمان را می‌شست تا فردا پوشیده به مکتب رویم. از سردی هوا دستانش دائما می‌کفیدند ولی هیچ وقت شکایت نمی‌کرد. سیر هستم میگفت تا که ما سیر شویم. نمی‌پوشید تا ما بپوشیم و هرچی که می‌یافت برای ما پنهان می‌کرد. میگفت مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت.